حالا به این فکر کردی چرا اکثرا عکاسا روی این موضوع تاکید دارن که بگو سیب؟ به خاطر اینکه فرم لبهامون داخل عکس‌ها طبیعی‌تر به نظر برسه و از حالت استرس خارج بشه. به خاطر همین از قدیم میگفتن سیب. حالا ببینیم یه نمونه بهتون نشون بدم که چجوری راجبش حرف میزنم. چون خیلیامون با مدل لب‌هامون داخل عکاسی مشکل داریم، اومدم با این 6 تا عکس راهنماییتون کنم. اول از هر چیز مدل بسته نچرال هستش که وقتی که ما یک کلمه ای رو هنگام عکاسی مثل سیب بیان میکنیم، لبامون تو این حالت قرار میگیره و بهترین شکله. دومین حالت لبخند بازه، ولی نه اونقدر باید باز باشه نه اونقدر بسته باشه. به همین حالت زیباترین عکس رو با این دو حالت بالا وسطی حالت بوسه و گاز گرفتنه که توی عکاسی‌های رمانتیک و خیلی خاص استفاده میشه. عکس پایین هم یک مدل بسیار جذاب لبخند بسته است که توی یه سری مواقع خاص استفاده میشه. و آخرین عکس مدل لب بازه که برای مدل ها و عکاسی های خیلی خفن و عکاسی های عروسی و اینا بیشتر استفاده میشه.